اموال انسان ها حرمت داره و هیچ کسی زن حق نداره که مال شوهرش رو بدون اجازه اون به کسی دیگری ببخشه و همونطوری که مرد هم حق نداره که مال زنش رو برداره بده به هر کسی دیگه، حتی برای خودش هم اجازه نداره خرج کنه، چه اینکه بده به کسی دیگری. لذا کاری که این خانم کردن کار اشتباهی کردن، باید حتما اجازه میگرفتن. این مال متعلقه به شوهر شما هست، درسته که نفقه شما، هزینه شما، زندگی شما همش به عهده شوهرشون هست که کل هزینه های زندگی رو متحمل بشن. واجب هست بر مرد که کل هزینه زندگی همسرش رو تأمین کنه، که تمام مایحتاجش رو تأمین کنه. اما اینکه از حالا ایشون کل پولی که داشتن فکر کنم گفت 15 میلیون بوده، اینشون 5 میلیونشو برداشته داده به شوهرش، گفته سهم خودم. حالا از کجا این سهم خواهی اومده و از کجا هست این سهم خواهی؟ آیا واقعا در اون 15 میلیون ایشون سهمی داشتن که 5 میلیونشو دادن به پدرشون و این کار ایشون جایز نیست و حرام هست. و اما اگر بخواید پولی رو به خانوادت بدید، به پدرت، به مادرت، به برادرت، به هر کسی بدی، اگه مال خودت باشه میتونی بدی، از طلاهای خودت، از مهریه خودت میتونی ببخشی، از درآمد شخصی خودت میتونی ببخشی به خانوادت بدون اینکه حتی اجازه بگیری از همسرت. گرچه خبر دادن و مشورت کردن و اجازه گرفتن به معنی نه اینکه ایشون صاحب اختیار پول شما باشه، بلکه برای اینکه صمیمیت و گرمی خانوادتون حفظ بشه مانعی نداره، ولی در اصل زنان آزادن در تصرف در اموال خودشون و حق هم ندارن در مقابل در اموال شوهرشون هیچ تصرفی بکنند.